پدر اگر هر کمبودی داشته باشه شاید شما را سراغ نکرد در هر حالتی هم باشه، اما اون پدر از حق پدری داره. شما باید او را سراغ کنید، او را جستجو کنید، برای او را پیدا کنید و یعنی خدمتش کنید، دعاش بکنید. اکنون مادر از شما برفته بوده، مادر نبوده، در قید حیات نبوده که مادر را خدمت کنید، دعاش کنید. پدر هر کمبودی کرده باشه، پدر در بالای شما حق داره. شخصیت نزد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم آمد، از پدر شکایت کرد: یا رسول الله، پدرم او از خانه میاد، هر چیز به اجازت، به اختیار من، یعنی ناپرسیده میگیره میبره. جدا شده بود از پدرش. جناب پیغمبر بسیار ناراحت شدند و سوی جوان گفتند که انت و مالک لابیک، گفتند خودت همه دارندگی از پدرت است. یعنی پدر این چیزی نیست پدر بیا از شما بپرسه که آیا چیزی شما را برمیاند. پدر حق زیاد داره، پدر خیلی بزرگ است. و این خاطر برادر عزیز، اگر پدر تبودانی در اینجا بودن طرفت جستجو باید بیار، یعنی که پدر حق زیاد داره و حرکت که خدمت پدر که دعای پدر بگیر انشاءالله برکت بیاره. اگر چیزی شما را سراغ هم نکرده باشه، شما با سراغ برایید.